55 ثانیه با نژاد بولتریگر. این نژاد از دسته سگ‌های ممنوعه به حساب میاد و نگهداری از اون در هر کشوری امکان پذیر نیست. پیدایش این سگ به سال 1800 میلادی دقیقاً در زمانی که جنگ سگ‌ها قانونی بود برمیگرده. این نژاد با اندازه‌ای متوسط و سری بیضی شکل، استخوان‌بندی درشت و بدنی به شدت عضلانی داره. بولتریر به خاطر گذشته سخت و خشنی که داشته به یک سگ قدرتمند و بسیار خطرناک تبدیل شده. گفته میشه که بولتریر سابقه درخشانی هم در مبارزه با گرگ، خرس و سایر حیوانات وحشی داره. اما جدا از خشن بودن باید بگیم که این نژاد عاشق بچه‌هاست و اگه کنار کودک قرار بگیره تا پای جونش ازش محافظت میکنه. رابطه خوبی با صاحبش برقرار میکنه و میتونه به عنوان یک سگ نگهبان کارش رو به بهترین شکل ممکن انجام بده. نگهداری از این نژاد اصلاً به افراد تازه‌کار پیشنهاد نمیشه، چون اگه بولتریر آموزش نبینه میتونه به خطرناک‌ترین سگ دنیا تبدیل بشه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، لایک و سابسکرایب فراموش نشه.